ریس آمدندی، مراسم قاسقاس خوب بودندی. جهان صدای رعدآسای اهالی کدخدا مدار فینیتو را شنیدندی. ای بابا کت خدا، کجای کاری؟ صدا آمد، اما صدای رعدآس‌های عالی فینیتو نبودندی، صدای ترکیدن بادکنک قاسقاس بودندی. این آتاشغال ها چه می باشد برای خودت آورده اندی؟ اینها مجسمه ها و عکس های قاسقاس می باشندی، درب و داغانش همی کردندی. ای بابا چه خاکی توی سرمان بریزیمندی. کت خدا، هر جا عکس قاسقاس باشد با دو سود آن را آتش میزنندی. من میگویم عکس و مجسمه های قاسقاس را جمع کنیم، عکس و مجسمه های شما را همی بگذاریمندی. ریس حقا که خر نزد تو ارشمیدس می باشندی. فکر کردی من عاشق چشم و ابروی قاسقاس ترکیده می باشیمندی؟ من عکس ها و مجسمه های او را گذاشتم که جای من آنها را آتش همی بزنندی. خنگ خدا. قالقال، آشپز را چرا لت و پار کردندی؟ کدخدا آقا، این آشپز اغتشاشگر می باشندی. در سالگرد ترکیدن قاسقاس کتلت همی درست کرده است. ای مردک محارب، بگو ببینم از که دستور گرفته می باشندی که در سالگرد ترکیدن قاسقاس کتلت درست همی کنی؟ ای بابا عجب گیری کردیم. پس چه درست کنم؟ سبزی پلو درست میکنم، فلفل کتک میزند. اگر پلو درست میکنم شلشل مرا میزند. کتلت درست میکنم قالقال مرا میزند. پس چه غلطی بکنم؟ کوفت زهر مار همی درست کن، سوخت پلو همی درست کن. اینطور که پیداست کت خدا باید قید همه غذاها را همی بزنندی، با خامخاری رو بیاورندی.